ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی برای پیشگیری انتقال و پیدایش سرایت نو کووید 19 در جمهوری تاجیکستان روز 7 مارس در مورد به طور قابل ملاحظه سبک کردن تدبیرهای مبارزه با کرونا ویروس قرار قبول کرد. از جمله با تصمیم ستاد در جمهوری ریچه حتمی استفاده نقاب‌های محافظتی و محدودیت‌های جاری شده در مورد برگزار کردن توی‌های عروسی و دامادی و معرکه‌های دیگر بیکار کرده شده. از 15 مارس گذرگاه‌ها در مرز تاجیکستان با ازبکستان پورا باز کرده می‌شوند. تدبیرهای مبارزه با کرونا ویروس در تاجیکستان در حال سبک کرده می‌شود که بنا به اطلاع رسمی وزارت تندرستی از 15 فوریه به این طرف اینک 3 هفته باز در جمهوری یگان حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده است. بنا به قرار ستاد حکومتی از 15 مارس سال 2022 فعالیت گذرگاه‌های سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان با جمهوری ازبکستان بریچه عادی گذرانیده شده. نظارت بیماری‌های سرایتی تنها با پیشنهاد گواهینامه اوید به واکسیناسیون پرره به ضد بیماری کووید 19 بدون گذشتن از آزمایش ویروسولوژی نسبت به سرایت کرونا ویروس در حدود تاجیکستان برآمده می شود. قرار مذکور با در نظر داشته به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی سرایت کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان و با مقصد تأمین نمودن فعالیت پرره سمت‌های خواجگیداری در مملکت، غنیگردانی اقتصادیات کشور و باز هم مستحکمتر نمودن رابطه‌های اقتصادی و اجتماعی با دولت‌های همسایه قبول کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه رسمی طبق قرار ستاد گواهینامه اوید به واکسیناسیون به ضد کووید 19 که از جانب مقامات و مؤسسه‌های تندرستی جانب ازبکستان و دیگر کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به شهروندان بعد گذشتن از واکسیناسیون پیشنهاد کرده می شود رسما اعتراف می گردد. هنگام به قلمرو تاجیکستان وارد شدن شهروندان جمهوری تاجیکستان و شهروندان خارجی در صورت پیشنهاد معلوماتنامه با نتیجه منفی آزمایش ویروسولوژی کشور خارج شده نسبت به کووید 19 که به مدت تا 72 ساعت اعتبار دارد از گذشتن آزمایش تکراری در نقطه‌های گذرگاه‌های سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده می‌شوند. آمده است در قرار ریچه حتمی استفاده نقاب‌های محافظتی جهت پیشگیری و پنه‌شوی سرایت کرونا ویروس کووید 19 در بین اهالی بیکار کرده می‌شود. همچنین در اساس قرار مذکور برگزار نمودن توی دامادی و عروسی و دیگر جشن و مراسم ملی طبق قانونگذاری عمل کننده براه مانده می شود. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی در عموم از آغاز پاندمی تا امروز در تاجیکستان 17388 حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده. از این شمار 17292 نفر یعنی بیش از 99% بیماران شفا یافته ولی 124 نفر متاسفانه فوتیدند. ولی منتقدان بر اینند که شماره واقعی گرفتاران و قربانیان پاندمی در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی است. هنوز در میانهای سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی روی خط بیش از 14 نفر نشر شد که گفته میشد به علت کرونا ویروس جان باختند.